در جریان ادای مناسک حج در عربستان سعودی امسال 2 زائر از تاجیکستان در مکه وفات کردند. در این باره در مصاحبه با سخنگوی کمیته دین تاجیکستان افشین مقیم، سردختر موسم حج 2022 تورخان شریف زاده خبر داده است متاسفانه در ایام بود و باش زائران در مینا 2 زائر تاجیک رسولوف محمد ساکن 62 ساله شهر اسفره و توجی و قزلرگول ساکن 64 ساله نویه قبادیان وفات نمودند. هر 2 زائر تاجیک بنابر سبب سکته دل درگذشتند. مراسم جنازه هر 2 مرحوم در مسجد الحرم برگزار گردید. گفته شریف زاده تورجان شریف زاده گفت در میمونخانه ها برای خدمت رسانی به زائران تاجیک نقطه های طبی تشکیل شده، دارواری گوناگون و همچنین 30,000 نقاب خریداری کردند. او افزود در روزهای بود و باش زائران در مینا، عرفات و مزدلفه این نقطه های طبی در این مکان ها در خدمت زائران بودند. تورخان شریف زاده در پاسخ به این سوال که زائران تاجیک به طبیبان بیشتر به کدام بیماری ها مراجعت میکنند گفت بنابر سبب گرمی از حد زیاد هوا زائران آب خنک می نوشند. اساساً مراجعت های آنها با بیماری های درد گلو، زکام، بلندشوی حرارت، بیمداری، درد موشک‌ها، فشار بلندی و به این مانند است. او افزود که خوشبختانه میان زائران ما یگان حالت گرفتاری بیماری سرایت کووید 19 به قید گرفته نشده است. کمیته دین گفت حالا موسم حج عملا به انجام رسید. زائران بعد وقوف در مینا، عرفات و مزدلفه دوباره به میمونخانه ها برگشتند و از 13 ایول سفر آنها به مدینه منوره آغاز می شود. عربستان سعودی سالهای 2020 و 2021 به دلیل پاندمی کرونا ویروس سفر حج را برای زائران منع کرده بود، ولی امسال به تقریبا 1 میلیون نفر زائران خارجی اجازه ادای مناسک حج داد. از جمله از تاجیکستان بیش از 3500 نفر اجازه سفر به مکه و مدینه گرفتند.